سلام بینندگان عزیز تلویزیونی صفا. چون امروزه برنامه لحظه حقیقت را با من بگرمونی آغاز میکنیم. در همه وقت آغاز این برنامه ما موضوعی را اختیار میکنیم که سالانی زیاد در این یا آن گوشه منطقه ادامه دارند، اما در داخل این موضوع یک چیزهای نهانی هستند، یک چیزهایی هستند که برای پیشرفت صلح و آسایشتگی، برای رشد یک اقتصادی و سیاست اون منطقه‌ای که اونجا مثلا این درگیری‌ها یا که مخالفت‌های سیاسی رفته است صد راه می‌شود. ما امروز لحظه‌های صحبت با دوستان داشتیم و به هدف آمدیم که وضع امروزینه جمهوری برادری اسلامی افغانستان که در روبروی تاجیکستان چندین هزار کیلومتر سرحد هم به هم پیوسته داریم تحت تحقیق قرار میدیم. دوستی عزیز ما که ما امروز میخوام از اون صحبتی داشته باشم، استاد عزیز محمد عزیز هدفمند که سالان زیاد همسنگر استاد گرامی قدر، استاد خیلی مهربان بزرگ احمدشاه مسعود بودند و از زردشتشان خیلی زیاد در طبیعت‌های سیاسی و دینی و مثلا علم‌های دیگری زمان را گرفته بودند و در کنارشون زیاد خدمت هم کرده بودند. و استاد عزیز سلام علیکم. سلام علیکم. شما رو به استودیوی تلویزیون صفا خیر مقدم میگم. سلامت باشید که وقتی قیمت خودتان امروز در مسکو به خرج دادید اینجا من نزد ما. قربان شما لطف کردین. سلام خدا خدمت همه بینندگان تلویزیون صفا، دست نورکاران صفا و جناب شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که برنامه امروز به خیر و خوشی سپری شود. موضوعی که امروز سر اون صحبت می‌رود خیلی موضوعی هستن دلخراش کننده است، درگیر است و چندین سالایی که ما در یک کشور در تاجیکستان زندگی می‌کنیم، از اون طرف دریای آمو، دریای پنج که ما بگیم نظر می‌کنیم که وضع دیگری هستن که همون تک تک تیر ما شنیده نمی‌شد، افزا به چشم هر یک شخص دیگر مانند بود. پس از این سوال می‌شد که نظر کنید که امروز در منطقه که جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، افغانستان است، پاکستان است، هندوستان است، از این گوشه اون قرقیزستان است، تاجیکستان است، قزاقستان و ازبکستان و خود کشور زیاد دیگر. چرا که در دوران اتحاد شوروی یک لحظه‌ای که اتحاد شوروی خواست یک تبادل سیاست در افغانستان کند و اونم صورت گرفت در یک لحظه، نه که این جنگ تا امروز از 30 سال بیشتر ادامه دارد. سبب چی بود که در افغانستان و سبب چی هست که اینقدر طولانی به تاریخ داده؟ تشکر از اینکه سوال خوب و جالب جانداری را کردید. میتوان از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان یادآور شد که هدف و منظورشان اشغالگری و دیگر ارسال نیروهای نظامی در داخل افغانستان ای بود که افغانستان یک کشوری است محاط به خشکی، از نگاه ژئوپلیتیکی یک کشوری است که دیگه هم در تمام سطح آسیا موقعیت حساس خوبی را دارد است. منظور از نیروکشی اتحاد جماهیر شوروی بود که رسیدن به اهداف و منظوری که اتحاد جماهیر شوروی داشت به اهداف و مرام و برنامه خود نائل شود که هدفش رسیدن به آبهای گرم بود و به تهدید رقبای اصلیشان که در جهان فعلی وجود دارند. این میتوان گفت به شمول آمریکا. اما چرا افغانستان را انتخاب کرد؟ به خاطر از اینکه افغانستان راه کوتاهی و مصرف کمی داشت به رسیدن به آبهای گرم و منظورش بود که برای افغانستان را اشغال بکنه، برای به طرف پاکستان و از پاکستان به آبهای گرم برسد تا اینکه به اهداف اصلی که خودشان داشتن نائل شدند که در اینجا جنگ طولانی شد، احزاب سیاسی به وجود آمد
مقاومت ها ایجاد شد، شکل گرفت و بالاخره نیروهای خودجوش مردمی بر علیه اشغال و اشغالگری به وجود آمد که بالاخره یک صد محکمی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد و در مقابل اتحاد جماهیر شوروی جنگ کردن، مبارزه کردن. دیگه نتایجش امروز ما و شما میبینیم که بیش از 2 میلیون کشته و زخمی، خسارات زیاد و بالاخره شکست اتحاد جماهیر شوروی و آمدن نیروکشی کشورهای غربی به افغانستان بود. درست است. نظر در یک چیز کنیم، چون اشاره کردید که در افغانستان یعنی اونجا مردم یک رنگی دیخان یا که مردم یک رنگی بیچاره زندگی نمی‌کنند، اصلا که اونجا مردم حالیم است، مردمی که از نظر لحاظ فرهنگ خیلی بارفته از لحاظ سیاست و همون بریتانیای کبیر قبلا هم اینجا خوب میدونست که مثلا غالبیت بصری افغانستان غیر امکان است. پس چرا اون نیروهای داخلی اون چیزی که ما اشاره کردیم پیشرفته افغانستان تا امروز باری هم به هم نمیآیند؟ من از بعضی رسانه‌ها مثلا میخوندم که از اون دوران قبلی هم رئیس جمهور قبلی هم که بودن و دوران آقای کرزی هم چندین بارا هدف صحبت با نیروهای مخالف داشتن، اما چون این هدف نزدیک میشد سرفرمانده اون نیروهای ائتلافی که در افغانستان میشد این صدیرا میشد. چه ربط دارن به هم دیگر؟ تاریخ نشان داده که هیچ قدرت و هیچ نیروی در افغانستان نمیتونه در مقابل این ملت مبارزه بکند. چرا؟ هدفش چیست؟ من میخوایم که اشاره بکنم که مردم افغانستان با هر قشر و با هر طبقه و با هر تیم و تیفی که ارتباط دارند و زندگی میکنند یگانه چیزی را که حائز اهمیت قرار میدن و او است که تجاوز خارجی در مقابل تجاوز خارجی عیار هستند، یک جا میشن. یک دوم موضوع اساسی را که اونها در پیش خود به عنوان یک اصل قرار دادن و همیشه بالای از او تاکید میکنن و به هم نوا و همگام و یک صدا در مقابلش میخیزن و او است که گروه ها یا کشورهایی که میخواهند بالای دینشان و بالای ناموسشان تعرض بیجا صورت بگیره، این ملت و این مردم همگام همصدا و یک آواز در مقابل بیگانه استاد میشن و مبارزات خود ادامه میدن. با گفتی آقای هدفمند از اون 4 حزبی که در دوران اولی مقاومت در جمهوری اسلامی افغانستان در فعالیت بودند و تا امروز هم هستند، تنها حزبی که با سروری استاد زنده‌یاد برهان‌الدین ربانی در عمل بود از میان مردم برآمده با منفعت مردم افغانستان فعالیت کرده ایستاده است و حزب‌های دیگری که در قطار این حزب دائما در فعالیت بودند یک نقش به اصطلاح کاتالیزاتور را اجرا می‌کردند. یعنی این حزب‌ها با رهبری سرورهایشان و هیئت آنها که اصلا از بیرون کشور وارد گشتند تنها برای شور و غوغای میان مردم استفاده می‌شدند یا خود یک منطقه افغانستان را با منطقه دیگرش در دشمنی می‌انداختند و خلاصه فرمان خواجگان سیاسی خارجیشان را در مسئله در مقاومت سیاسی نگاه داشتن افغانستان و کاشتن تخم دشمنی و بدبینی میان همسایگانشان نقشه‌هایشان را با عوض مبلغ‌های بزرگی مالیوی اجرا می‌کردند. اگر این تعهد نمی‌بود پس چرا امروز که قریب تمام خواهش‌های این حزب‌های سیاسی اجرا شده است، یعنی افغانستان که در گذشته یک کشور سیاستی افراطی داشته و جمهوری اسلامی افغانستان مبادل شده است تا هم جنگ در این کشور ادامه دارد؟ چرا امروز که مردم افغانستان در سراسر جهان پهن و پریشان گشته در فعالیتند و پیشروی زیادم کردند امروز به وطن برنمیگردند؟ میتونم من به صراحت به شما از طریق تلویزیون صفا اشاره بکنم که یگانه حزبی که نیروی مردمی داشت و از بطن مردم و جامعه سر برآورد و در مقابل استبداد و تجاوز قرار گرفت و مبارزه کرد، حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود که در رأسش رهبر
فرزند استاد برهان الدین ربانی شهید و قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود بزرگ بود که اینها از بطن مردم و از میان توده مردم ها اینها سر برآوردند و در مقابل اشغال و اشغالگری مبارزه کردند. امروز زمانی که چرا اینها به هم نمیآیند احزاب سیاسی منظور چیست؟ و ایست که امروز طالبان یک مشت مزدور بیگانه هستند که از طرف کشورهای بیگانه اینها دستور میگیرن، هدایت میگیرن، تمام خرج و مصارف مبالغ هنگفتی در اختیارشون قرار داده میشه به خاطر آوردن بی‌ثباتی در داخل افغانستان و ادامه مأموریت کشورهای استعمارگر در داخل افغانستان است و از یک طرف پیشنهاد صلح را میدن و از طرف دیگه ایجاد ناامنی در داخل افغانستان سازماندهی میکنن. خود همین قدرت هاست و خود همین کشورهای همسایه است. میتونم مستقیم بگویم که کشور پاکستان. آره، امروز هستن کشورهایی که برای رشد اقتصادیات این سه کشور افغانستان و ایران و تاجیکستان نظرهای غرضناک دارند و در آینده برای به هم آمدن اقتصادی و فرهنگی این سه کشور با هم برادر که صاحب یک فرهنگ و دین و آیین میباشند صدرا میشوند. میگوید آقای هدفمند اگر آبهای صاف و نقشه انرژتیکی تاجیکستان، کانهای زیرزمینی و راههای پیوندگر منطقه آسیای میانه، جمهوری اسلامی افغانستان، کانهای نفت و گاز و نیروی جمهوری اسلامی ایران با هم می آمدند و یک اتحادی به مثل اتحاد اروپا تشکیل میشد، زندگانی اجتماعی مردمی منطقه نورن علی نور میشد. پس سوال دیگری به میون میآید که چرا کشورهایی که در اروپا عرضه وجود میکنند و قریب فرهنگ به هم بیگانه را دارند اجازه تشکیل یک اتحاد دارند و این سه کشور در گذشته یک کشور بزرگی منطقه را تشکیل میداد اجازه چنین اتحاد را ندارند؟ آره، نیست که در زبان فارسی در کشورهای هندوستان، پاکستان، در منطقه آسیای مرکزی که قریب تمام شاعران و نویسندگان این کشورها در گذشته با آن شعر سرود ایجاد میکردند و فرهنگ کشورهای خود را رشد میدادند، نیز از دست ناپاکی سیاست یا برخوردهای جهان میباشد. از این برمیآید که شاید فشارهای سیاسی که امروز با هر بانه به هر طرف از بالای این سه کشور آورده میشوند به همدیگر علاقه زیج دارند. میگوید آقای هدفمند آمریکایی ها، اروپایی ها که شما اشاره کردید که چرا اجازه نمیدن کشورهایی که 90% هم از نگاه ایدئولوژیک، هم از نگاه زبان و هم از نگاه فرهنگ و مدنیت با مردم افغانستان یکی هستن و این اهداف وقتی که یک قدرت با یک بزرگترین اهداف و برنامه در داخل یک کشور میشد، او کشور حریفی که میخواهد برنامه ها و اهداف او قدرت را سبوتاژ بکند و از بین ببرد قطعا اجازه نمیداد. پس بیاییم به تاریخ خراسان، آریانا و خراسان برگردیم که چرا یک ملیت و یک مردمی که تمدن، مدنیت و فرهنگ و زبانشان بزرگترین تاریخ را در جهان فعلی داشتند، چرا پارچه و تکه تکه شدند؟ نصفی به نام تاجیکستان و بقیه به نام افغانستان و بقیه همراه و بخش به نام ایران و بحرین و پاکستان و بنگلادش و هندوستان. اینجا دستهای ملموس قدرت‌های استکباری و طاغوتی بود که ملیت‌ها و مدنیتی را از بین ببرند و نتونه که این ملت و این مردم و این فرهنگ و این مدنیت باز دوباره احیا شود و همچه امپراتوری را به نام فارس یا به نام فارسی زبان ایجاد بکند. نظر این چیز است، آیا امروز مسئله ملی عمومی در افغانستان یک کمبود دارد؟ نه خیر. یک عمومیتی زبانی، عمومیتی تاریخی، عمومیتی هست؟ ببین سه مسئله ملی ای تعلق داره ملت افغانستان، با سیاسیون افغانستان
وقتی که امروز جامعه جهانی و کشورهای غربی و ناتو در داخل افغانستان آمده اند، از یک طرف شعارشان حکومت آزاد و مستقل و نیرومند میخوان، از طرف دیگر بی‌ثباتی را در داخل افغانستان گسترش میدن و از طرف دیگر شعار دموکراسی و حقوق بشر و آزادی زن را شعار سر میدن از طریق مطبوعات. از طرف دیگر برنامه ها و توطئه های دیگری را یا از طریق احزاب سیاسی و شخصیت های دست نشانده خودشان پلان گذاری میکنن. این هیچ مطابقت به شعارشان و به گفته هایشان نداره و نمی شود که ما برویم به طرف وحدت ملی. ما وحدت ملی را میخواهیم به شرط از این که ما را کشورهای همسایه، بخصوص کشورهایی که به نام همکار و کمک کننده در داخل افغانستان آمدین، اونها ما را اجازه بدن. اونها ما را اجازه به این نمیدن که ما برویم به طرف یک ملت شدن. درست است. فکر میکنم از یک طرف که میبینید طرف افغانستان جمهوری اسلامی ایران است، طرف دیگرش جمهوری تاجیکستان است، در میان از این طرف جمهوری اسلامی افغانستان است. در گذشته یک خراسان مقتدر بود یا ماوران خراسان مقتدر بود و چون یک امپری بزرگ بود و در تاثیراتی اون دوران سیاست بولشویسم غرب به روسیه و چون در روسیه نیازهای دینی و نیازهای اونی که علمی و فرهنگی در روسیه بود از بین بود، اون سیاستی بولشویسم در روسیه جابجا کرد و با تاثیرات این دولت بزرگ کشوری بزرگی که در آسیا میانه بود از بین رفت، یعنی امپری از بین رفت. آیا این کشورها از اون میترسن که یعنی نگاه داشتن مقاومت در افغانستان از اون هراس دارن که با یک اتحادی تشکیل شود؟ تاثیرات یا که فشار به ایران، جنگ در افغانستان، جنگ شورای تاجیکستان به هم ربط دارن؟ ملیت‌های بزرگی که در این طرف مرز و آن طرف مرز به نام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان و کشوری به نام افغانستان، ملیت هایی که زندگی می کنند، اینها افتخارات تاریخی خراسان بزرگ را دارند. امروز قدرت های بزرگی که توطئه می کنند تاجیکستان ثبات اقتصادی پیدا نکند، تاجیکستان نرو به طرف یک قدرت اقتصادی و ملت تاجیکستان ملت مقتدر اقتصادی در آسیا نشود و آمریکا نمیخواهد که گویا ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دارای اسلحه مدرن هسته‌ای و ذره‌ای شود و افغانستانی که با متأثر از تاریخ خراسان بزرگ که گویا ملیت بزرگی که در قلب افغانستان زندگی می کند که ملیت فارس است، اینها متحد شوند، دیگر نه انگلستان وجود دارد و نه فرهنگ و مدنیت انگلیس و امریکایی. به این اساس اینا حراس ازی دارند که گویا اینا اگر باز و بار دیگر زبان مشترک پیدا بکنند، برنامه های واحد ایجاد بکنند، اگر اینها بتوانند یک برنامه کشوری را ایجاد بکنند در سطح بین المللی، پس ما با اهداف و برنامه هایی که در طی 100 200 سال 400 سال 500 هزار سال قبل ما به خاطر نابودی یک ملت و مدنیت و فرهنگ اقدام کردیم و نابود کردیم و آخرا میخوایم در صدد تأثیرات فرهنگی خود بالای حوزه علمی و فرهنگی
ایجاد بکنیم نتوانیم، پس تمام خرج و مصارفی که در همه قدر مدت زمان بالای حوزه علمی ما داشتیم این منفی میشه. اینا در صدد اخلال به وجود آمدن وحدت در بیان یک ملت بزرگ و یک تاریخ بزرگ و یک فرهنگ و مدنیت بزرگ و یک حوزه علمی که شما نام بردی که خراسان بزرگ بود. فهمیدی؟ اینها ما ملت ها یک جا شویم و باز هم برویم به طرف یک ملت شدن و احیای مدنیت و فرهنگ خراسان بزرگ. اینا از این ناحیه حراس بزرگ دارند. تشکر از این عزیز، تشکر زیاد بینندگان عزیز. من از اون یک پارچه‌ای که در آخران گفت استاد اعظم که کشورهای زیاد اینا میگذارن که پیوستگی اقتصادی و پیوستگی یک فرهنگی ما باز به هم دیگر نزدیکتر شود، باعث خرسندی است که در این وقتها، در این لحظه‌های در وقت سالهای اخیر یک برنامه بزرگ رای آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایران پیوست شده ایستاده است. اشاره میکنیم به اون برنامه کسا هزار که انتقال نیروی برق به این کشورهای شرق این پیوست شده ایستاده است. خیلی خوب است. اما چون در افغانستان رادمدان زیادی اشاره کردم از میان رفتن و سر و صداهای در بعضی رسانه‌ها در بعضی صحبت‌ها است که یکی از سبب‌های مرگ زنده‌یاد استاد احمدشاه محسود این صلح تاجیکستان بود. درست است؟ پیوستگی داشت؟ بله، میتوان اشاره کرد یک موضوع را که مسعود بزرگ نه تنها در داخل افغانستان صلح را میخواست، مبارزاتش و تمام مبارزاتش منظورش از آوردن صلح در داخل افغانستان در منطقه بود و سعی و تلاشی که به خاطر آوردن صلح در تاجیکستان کرد و اویی بود که مسعود بزرگ منظورشی بود که باید صلح در تاجیکستان به وجود بیاید ولو که به قیمت جانش باشد. چرا که ملت تاجیکستان و ملت افغانستان و ملت ایران یک ملت واحد هستند. چرا که سعدی بزرگ میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند. و مسعود بزرگ با الهام از شعر شخصیت فرهنگی و هم زبان و هم تبارش سعدی شیرازی به این معتقد شد که جنگ در تاجیکستان بی‌ثباتی در افغانستان است. آیا اشاره هستن به اینکه بله سبب‌ها بله سبب مرگ بله وقتی که صلح را در تاجیکستان به وجود آوردن، قدرت‌های استکباری در صدد از بین بردن شخصیت‌های بزرگ مانند مسعود بزرگ و استاد ربانی شهید و همچنان راهروای احمد شاه مسعود بزرگ و استاد ربانی شهید میتوان جنرال صاحب داوود نام گرفت و مولانا صاحب سید خلیل را نام گرفت، عبدالله دکتر صاحب عبدالله لغمانی را نام گرفت، ملک زرین و جنرال صاحب خانم احمدخان شهید نام گرفت. این همه با هم ربط دارند، یکی از دیگر دور نیست. سلامت باش. اینجا دوستان عزیز ما برنامه لحظه حقیقت را که در یک مشکلاتی 35 ساله من خواستم یک قسمتی چیزها را از داخل این 35 سال بگیرم. یعنی یکی به هم نآمدن نیروهای افغانستان که به هم هیچ وقت نمی آیند و چی صدی راه نخواهد شده ایستاده است و شده بود قبلا و تا امروز و چیز دیگر ربط داشتن مرگ احمدشاه مسعود به صلح تاجیکستان و چیز سوم این بود که چرا در افغانستان این جنگ رفته ایستاده است و نه در منطقه‌های دیگر و باعث خوشبختی است که امروز در جمهوری اسلامی افغانستان هم رو به بهبودی است. مردم کشور سراسر در ساختن راه‌ها، در ساختن نیروگاه‌ها، در ساختن فرودگاه‌ها سهم دارند. قسمت زیادی دانشجویان محصلین افغانستان در کشورهای زیاد تحصیل میکنند. باوری دارم که با بازگشت اونها افغانستان زیبا، افغانستان همسایه ما، افغانستان برابری ما خیلی
زیبا آباد می شود. و چیز دیگر اشاره میکنه که آبادی تاجیکستان و آبادی ایران هم پیوسته از این جنگ افغانستان است، چون اینجا صلح آرامیش به وجود بیاید، رشد اقتصادیات هم جمهوری تاجیکستان هم جمهوری اسلامی ایران باز بیشتر خوبتر پیشرفت میکند. اینجا من برنامه لحظه حقیقت را به پایان میرسانم. از دوستی عزیز من آقای هدفمند اظهار تشکر میکنم، دوست تشکر زیاد برای شما و آن عملی که این را دارید در رشد آن عملتان بگذار باشد. خدا نگهبان شما باشد.